شلیک اولین تیر در خلیج فارس قیمت نفت رو $100 بالا میبره و این قیمت برای اروپا و دوستان آمریکایی مثل ژاپن و کره جنوبی هم قابل تحمل نخواهد بود. چقدر این آدم قبل است. همین دیروز نفت بشکه‌ای $140 بود زمان اون احمد خوله. مگه نبود $140؟ چرا دنیا هیچ اتفاق نیفتاد؟ این همون آقایی است، میدونی این یه حرف جالب زده، گفته بود حتی خدا آلترنتیوی برای رژیم ما نداره. اولا ایشون متوجه نیستن که خدا این رژیم رو که نیاورده، دوزخیان زمینی آوردن، شیاطین آوردن. و بعد کدوم سیستمی میاد آلترنتیو این سیستمی هیچ بشه؟ بخی این حرفه شما که برای هیچ آلترنتیو نمیسازید، این سیستم هیچه. حالا همینجور اینا توپ خواهند انداخت تو زمین به اصطلاح متحدان آمریکا. اینا سعی میکنن کره، ژاپن و دیگران رو تحریک کنن. نمیدونن نه اینکه تحریک نمیشن، مثل رقبای آقای ترامپ خواهند آمد به دستبوس آمریکا. ناچارن. ایشون فعلا سلطان بی تخت و تاج دنیاست.